سلام. نمیدونم چی شده که این ویدیو رو باز کردی، ولی ویدیوهای منم الان مثل همون یخچالیه که میری درشو باز می‌کنی و نمی‌تونی دنبال چی بگردی. آره، همیشه حقیقتشو بخواید من دوست داشتم که یه کانال یوتیوب داشته باشم، ولی خب میدونین دیگه هر روز یه بهونه میاد سراغ آدم. یه روز میگفتم وقتش نیست، یه روز میگفتم ایده ندارم، یه روز میگفتم تجهیزات ندارم و حتی موضوعی که اخیراً هم درگیرش بودم می‌بودم که چنل زدم چه موضوعی اصلا ویدیو بذارم. گفتم جهنم، یه ویدیو بساز، یه ویدیویی بذار توی چنل یوتیوب اگه می‌خوای شروع کنی، اگه می‌خوای محتوا سازی کنی. خب منم اینجا نیومدم که خیلی رسمی کتابی بگم یا بخوام یه محتوای خیلی خشکی بسازم. دنبال اینم که محتوایی که می‌سازم به دل اون مخاطبی که داره این ویدیو رو می‌بینه بچسبه و سرگرمت کنه. حتی اگه اون ویدیو آموزشی باشه، حتی اگه اون ویدیو فان باشه، حتی اگر اون ویدیو گیم باشه که فکر نکنم از گیم ویدیویی بذارم. شاید الان نه. حداقل این ویدیوی شروع واسه من یه قولی به خودم داده باشم که دیگه بهونه نیارم. یه موقعی هم چنل رو دارم استارت میزنم که شاید یوتیوب بخواد از فیلتر برداشته بشه و نمیدونم چی در انتظارمونه. حداقل حسرتش به دلم نمونده باشه که ویدیو توی یوتیوب نذاشتم. اصلا چرا من این چنل رو زدم؟ حقیقتش خودم هنوز نمیدونم. اگه یکی بیاد از من بپرسه که دوست داری محتوا سازی کنی یا اینکه دوست داری توی فضای مجازی فعالیت کنی، میگم آره چرا که نه، ولی خب اینکه الان چرا این چنل رو زدم، اصلا چه موضوعی میخوام انجام بدم، چه ویدیوهایی میخوام بسازم، چه ایده‌ای قراره براش داشته باشم معلوم نیست. حتی بین موضوعی هم که برای چنل انتخاب میکردم ادویکیشن رو زدم، چون یکی از مرتبط ترین گزینه‌ها به من بود. آموزش دادن رو دوست دارم، ولی اینکه این چنل قراره آموزشی باشه یا نه. ولی خب از یه لحاظ خوشحالم که الان شروع کردم، چون قطعاً من الان بهتر از من پارساله. پس بهترین کار این بود که یه ویدیو مثل الان ضبط کنم، هر چیزی که به سرم میاد بگم، دلیل اینکه اصلا چرا این ویدیو رو شما دارید می‌بینید و چرا من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم. در آخر هر ویدیویی که قراره اینجا ببینید یا قراره ساخته بشه، می‌خوام در آخر جوری باشه که بدونم کارمو درست انجام دادم و ویدیویی که ساختم به درد اون شخصی که داره می‌بینه خورده. مرسی که تا اینجا وقت گذاشتی ویدیومو دیدی، چون خیلی هستن که تا آخر ویدیو رو نگاه نمی‌کنن. می‌تونی هم برام یه کامنت بذاری که بگی وقتی یوتیوب رو باز می‌کنی بیشتر دنبال چه چیزایی هستی. همین، روز خوبی داشته باشین. فعلا